أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سوره الاخلاص. قل هو الله احد. بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا بگو ای بنده مؤمن و مسلمان، هو الله احد، او الله ذاتی تنها و یگانه است، تنها در ربوبیتش، در الوهیتش، در اسما و صفاتش. کسی دیگری خالق کون نیست، مالک نیست، مدبری آسمان و زمین نیست. در آسمان و زمین کسی دیگری به جز الله تعالی تصرف ندارد، کسی دیگری به جز الله تعالی عبادت نمیشه. یگانه ذاتی که معبودی بر حق است الله تعالی است. و همچنان اسما و صفاتی الله تعالی کسی دیگری به این همانندی کرده نمیتواند. در اسمای الله تعالی، در صفاتی الله تعالی به الله تعالی همانندی کرده نمیتواند. الله الصمد، الله ذاتی بینیاز است، بینیاز از حاجاتی که بشر داره. الله تعالی از او بینیاز است. حاجت خوردن، حاجت نوشیدن، حاجت ازدواج، حاجت فرزند، حاجت پدر و مادر و غیر حاجات دیگری که بشر دارد. الله بی‌نیاز است از این حاجت ها. یا الصمد، ذاتی که در اسما و صفات به اوج کمال است، در اوج کمال قرار دارد. ذاتی که علمش علم فراخ است، همه چیز شامل است. آنچه که در قعر دریاست، در عمق زمین قرار دارد، در زیر هر هفت طبقه از زمین قرار دارد. الله هیچ چیزی برش پوشیده نیست، نه در آسمان ها و نه در زمین. و همچنان رحمتی الله تعالی رحمتی است که وسعت دارد، رحمتی است که فراخی دارد، رحمتی است که شامل همه چیز است و غیره صفات دیگری الله تعالی که به درجه کمال است. اما اگر بشر علم داشته باشه یا رحمت صفتی اگر به خود داشته باشه و غیره صفات دیگری، صفات بشر محدود است، یا صفات دیگری مخلوقات هم محدود است. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد گویا این که تفسیری از صمد بوده باشه، یعنی ذاتی که لم یلد ولم یولد، لم یلد نزاده کسی را، چون فرزند حاجت است برای انسانی که فرزند نداره بیچاره به خود نقص فکر میکنه. فرزند است که به یه کمکگار میشه، مددگاری ازی میشه در زندگیش و در آینده بعد از وفاتش ملکی ازی را به میراث میگیرد. الله تعالی به این چیز ضرورت نداره، به مساعد ضرورت نداره، به کمکگار ضرورت نداره. الله ذات است که فانی نمیشه بعد از او کسی ملکی از او را به میراث بگیرد. ولم یولد، و نه الله تعالی از کسی زاده شده، و نه الله تعالی از کسی زاده شده و نه پدر و مادر داره. یعنی الله تعالی ذات است که هو الاول، قبل از الله تعالی هیچ چیزی نیست، هو الاول. چون وقتی که اگر پدر و مادر داشته باشه، یعنی نعوذ بالله کسی دیگری گویا این که از او سبقت کرده. نه، الله ذاتی است که قبل از او کسی نیست، هو الاول. ولم یکن له کفوا احد، و نمی باشه برای الله تعالی کفوا همتا، همانند، احد هیچ کسی نبوده و نمی باشه. هم در قدیم کسی نبوده و در آینده هم کسی نمی باشد.
هیچ کسی الله تعالی را همتایی نه در اسماعش کرده میتونه، نه در صفاتش، نه در ربوبیتش، نه در الوهیتش. سوره الاخلاص سوره نهایت مختصر است، اما این سوره نهایت بزرگ است و فضل و مرتبه بسیار زیادی دارد. از جمله رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند سوره اخلاص برابری 3 حصه از قرآن میکنه. یعنی گویا این کسی سوره اخلاص بخونه گویا این که 3 حصه از قرآن خوانده باشه، یعنی در اجر و ثواب معادله از او را میکنه. و این سوره را رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهای زیادی میخواندند، در نماز سنت فجر، در نماز سنت مغرب، در نماز 2 رکعت طواف، 2 رکعت طواف که بعد از طواف 2 رکعت میخوانی در او، و همچنان در وتر، در 3 رکعت وتر این سوره را میخواندن و غیر فضائل دیگری در متعلق این سوره ثابت شده در احادیث. پس مختصر بیان کنیم، این سوره مختصر با این جملاتی نهایت زیبا و قشنگ و بلیغ بسیار محتویات بزرگی را در بر دارد. از جمله این سوره رد بالای تمام ادیان باطلی که درباره الله تعالی عقیده مزخرفی دارند و همچنان رد بالای فرقه های منحرفی که خدا به اسلام نسبت میدهند و عقیده ایشان درباره الله تعالی، درباره ربوبیتش، درباره الوهیتش، درباره اسماء و صفاتش عقیدهشان خراب است، بالا از اونها رد میکنند. در قدم اول هو الله احد، الله ذاتی تنها است. در ترجمه گفتیم که ذاتی تنها در ربوبیت و الوهیت اسماء و صفاتش. رد بالای کسایی است که غیر از الله تعالی مخلوقات دیگری را هم مدبر کون میدانند، مانند کسایی که معتقد هستند در کون، در عالم مخلوقی به نام اقطاب و اوتاد و ابدال و نجبا و یا رجال غیب و یا خزیر و امثال از اینها را قدرت میدهند. اینا مخلوقات است که در عالم وجود داره، اینها اختیار کون به دست دارن. اگر اینها نبوده باشند در نظام کون اختلال میآید، نظام از بین میرود. این کلمه رد بالای از اونها است که الله تنها است، تنها متصرف است، تنها مدبر است. کسی دیگری در ربوبیت از او با او شریک نیست. و همچنان بعضی از کسایی است که ربوبیت الله تعالی را معترف هستند، لکن در عبادت الله تعالی کسی دیگری را هم سهیم میسازند. یا علی مدد میگن، یا حسین مدد، یا عبدالقادر جیلانی مدد، یا رسول الله مدد. مخلوقات دیگری به جز الله تعالی صدا میزنن، از اونها امید دارن، از اونها نفع طلب میکنن، از اونها میخواهند که ضرری را از سری از اینها دور بسازن. پس الله تعالی میگه هو الله احد، یگانه ذاتی که معبودی بر حق است، تنها امو ذات است، بجز از او عبادت همه دیگری باطل است. خواستن شما، حاجت طلب کردن شما از دیگرها همه نادرست است. و همچنان رد بالای فرقه های منحرفی دیگری که در باب اسماء و صفات به انحراف رفتن. اسماء و صفات کاملا از الله تعالی نفی کردن، مانند جهمیه واری، یا صفات از اسماء الله تعالی رد کردن، مانند معتزله واری، یا بعضی از اسماء الله تعالی یا صفات الله تعالی را قبول کردن و بعضی دیگری را رد کردن، تأویل بیجا کردن، مانند اشاعره و ماتریدیه و غیره. مانند از اونها واری سوره بالا از اونها رد میکنه که الله ذاتی واحد است. الله
الله هست، یعنی اسمش الله هست. احد اسمش است، الله اسمش است، الصمد اسمش است. ولم يكن له كفوا احد وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ای الله اسماء و صفات داره، کسی دیگری به الله تعالی در اسماء و صفات، در کیفیت اسماء و صفات به الله تعالی هم مانندی کرده نمیتواند. یعنی آنچه را که الله تعالی به خود ثابت کرده اسماء و صفات ما ثابت میکنیم، معناش هم ثابت میکنیم، اما تدخل دهی نمیکنیم که اینها را رد کنیم، تدخل دهی نمیکنیم که اینها را تأویل های مذموم و بیجا بکنیم و بعضی از صفات قبول کنیم به عقل ما برابر باشه، بعضی دیگر که به عقل منحرف ما اگر برابری نکنه او را رد کنیم. و همچنان در سوره لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد رد بالای کسایی که به الله تعالی انتسابی فرزند میدهند، نسبتی فرزند میدهند، مانند یهود که گفتن عزیر ابن الله، عزیر پسری الله تعالی است، یا نصارا که گفتن عیسی پسری الله تعالی است، یا مشرکین عرب که عقیده داشتن ملائک دختران خدا است. لم یلد کلمه رد بالای از اونها است. ولم یولد رد بالای کسایی که الله تعالی را مانند کمونیستا و غیره مردم های منحرف دیگری که نظامی یا عالم ارتباط میدهند به نظام صدفه و به نظام یا اصل خلقت انسان از شادی و غیره چیزهای دیگری ثابت میسازند یا خلقت انسان به اونها ربط میدهند. بالای از اونها رد میکنه قبل از الله تعالی ذات دیگری وجود نداره، یگانه ذات واحدی که همیشه است و همیشه باقی میمانه و او اول بوده و آخرم است، و الله تعالی است. ولم یکن له کفوا احد، ای رد بالای تمام ملل منحرفه و فرقه های منحرفی که انتساب بر اسلام میدهند، بالای از اونها رد اجمالی است. رد در باب ربوبیت، توحید ربوبیت، رد در باب توحید الوهیت، کسایی که غیر الله را هم امرای الله صدا میزنند، رد در توحید کسایی که در توحید اسماء و صفات منحرف شدن، بالای اینها هم رد اجمالی است. اثبات میکنیم آنچه را که الله تعالی به خود ثابت ساخته بدون از اینکه تدخل در کیفیتی از او کنه. متاسفانه کسایی هستند که به الله تعالی وجود ثابت میکنن، ذات ثابت میکنن. وقتی که بگویی وقتی که از اینها پرسان کنی که ذاتی الله تعالی چطور است، میگه ما نمیدانیم، کیفیت ازی را ما نمیدانیم. اما وقتی که در باب ازی بیاین که الله تعالی بالای عرش است، میگه ای گپ ما نمیگیم، اگر بگوییم ازی ای لازم یا او لازم یا. پس در اینجا کیفیت به الله تعالی تفویض میدهند، کیفیت ذات الله تعالی و کیفیت وجود الله تعالی میداند، اما در عرش این کیفیت به الله تعالی تفویض نمیدهند. خودشان میاین اینجا الله تعالی را کیفیت بیان میکنن، بعد از او تمثیل میدهند، بعد از تمثیل تعطیل میکنن، اسماء و صفات الله تعالی را نفی میکنن. اینها هم کمتر از کسایی که کاملا اسماء و صفات الله تعالی را یا بعضی از اسماء و صفات الله تعالی را یا این که اسماء را قبول دارن صفات رد میکنن، اینها هم از اونها در انحراف کمتر نیستن. بارک الله فیکم.